بسیار خوشحال هستم که بار دیگه به تاجیکستان آمدم. از ملاقات ها با جناب رئیس جمهور و مقامات عالی تاجیکستان راضی هستم. صحبت های بسیار خوب داشتیم. هدف از این صحبت ها این بود که چطور میتونیم همکاری کنیم برای آوردن صلح و آرامی در افغانستان و چطور میتونیم همکاری کنیم تا افغانستان به حیث یک پل رابطه بین آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان و جنوب آسیا و رسیدن به شهر گوادر یا کراچی برای صادرات از آسیای مرکزی و واردات برای تاجیکستان و آسیای مرکزی از اون راه صورت بگیرد. همکاری اقتصادی، مقابله با دهشت افکنی، پیشرفت اقتصادی، تجارت بیشتر و همکاری‌های اقتصادی منطقوی و نزدیکی افغانستان با آسیای مرکزی از هدف‌های مشترک آمریکا و تاجیکستان است و من از سیاست تاجیکستان، از سیاست جناب رئیس برای همکاری به رسیدن به این اهدافی که گفتم تشکر میکنم و مثل که در اول هم گفتم در بودن در تاجیکستان حس آرامی و خوشی میکنم که بار دیگه در تاجیکستان آمدیم. از شما هم تشکر میکنم. سلامت باشین.